بولیا حالتون چطوره؟ خوش اومدید به اولین قسمت از اسکای بلاک با این مپ اسکای بلاک چند تا استراکچر جدید داره که با اسکای بلاک عادی خیلی فرق داره. به تخمم. همچنین به غیر از این استراکچرها چند تا استراکچر جدیدم داره که خیلی باحالن. اینم داداشمه. امیدوارم که از این سری خوشتون بیاد. اگه دوست دارین از من حمایت کنین کافیه این ویدیو رو لایک کنید، اون زنگوله کوفتی هم بزنید، یه کامنت هم بذارید. اگه میتونید ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستید تا اونا هم ببینن. هر کی کار نکنه دولش کوچولوه. خیلی خوب بریم برای شروع این سری باحال و خفن. خیلی خوب. به به. اول از هم ببینیم کجاییم. این ور یه خونه ویلیجر داریم و یه پلیجر افتوس زامبی چی میگون بالا بود. این ور از این تمپلای جنگلا داریم و به همین اول بازی اونجا فارم داره، فقط خیلی دوره، فکر نکنم بتونم برسم بهش. این ور هم که کشتی داریم و این ور هم دزرت تمپل داریم. به به. خیلی خب اولین کاری که نیاز بکنیم اینه که درخت ریغو رو بکنیم. فقط اصولا چون اگه بکنیم این سپلینگاشو نیاز داریم، بهتر اول من یکم اینجا رو بدوشم با این درتا، یکم اینجا رو بزرگ کنیم، چون که نمیخوام اون سپلینگای کوفتی رو از دست بدم، بهشون نیاز داریم. هنوز چی نشده، شب نشد ما یه سری یه کوفت و زرمال شروع کنیم مثل آدم شروع بشه. خدا از همین الان به اسکای بلاک جالبیه. به آهنگ امیدوارم بیشتر از یه دونه باشه. خیلی خوب اگه سپلینگ این درخت بیفته تو وید گیه، من نمیدونم. خیلی خوب فکر کنم دیگه کافیش باشه. اولین درخت سری اسکای بلاک گوگولی با موفقیت یافت شد. خیلی خوب 5 تا چوب، یه دونم همین الان سپلینگ گرفتم. به یارتار بذاریم همینجا بمونه، اینم همینجا بذاریم بکاریم. این تو چه سالا چی داریم؟ آهن داریم. پشمام این اسکای بلاک کلا انگار فرق داره. قبل از هر چیزی بذار این اینا رو بکنیم ببینیم سپلینگی دراپ موکنه نموکنه. اندازی تو بود گی. به یکی دیگه یه دونه رو ندی دولت کوش. داد. درخت خوبی بود. 3 تا سپلینگ از این درخت گرفتم. بذار این دونه ها رو بکنیم، این دونه میده باش گند. داد. حالا بتونیم گندم هم بکاریم همینجا. اینه دیگه. به عجب شروعی. 3 تا دونه. خیلی خوب حالا وقتشه که کابل استون جنریتورمون رو بسازیم. قبل از همه چیز یه دونه کرافتینگ تاباله بسازیم. پیکاکس چوبی، حالا لاوا اینو برم داریم. امیدوارم که اینجاشو نرینم. اگه اینجا رو برینم کل سری به یقه ما میره. آیسمون رو میذاریم اینجا. حالا آیسو میکنیم. خیلی خوب حالا کافیه که لاوامونو بذاریم اینجا. خواهش میکنم. به درست.